در قسمت جدید سریال خواهران و برادران، یعنی قسمت 96 زبان اصلی سریال، میبینیم که عاکف بعد از مرگ دروک کاملا به هم ریخته و خودشو مقصر مرگ دروک میدونه. از اون طرف نباهت مرتب عاکف حمله کرده و اونو عامل مرگ پسرش میدونه. عاکف که نمیتونه زیر بار این همه فشار و ناراحتی دووم بیاره، تصمیم به خودکشی میگیره و به همین خاطر اسلحه برداشته و به سر قبر دروک میره و تصمیم میگیره کنار مزار دروک خودشو به قتل برسونه و خودکشی کنه. از اون طرف آسیه برای دیدن دروک خودشو به قبرستون رسونده و عاکف رو میبینه که اسلحه روی سرش گذاشته و آماده خودکشیه و حسابی شوکه میشه. در همین حین پسر جوانی که از اونجا رد میشه متوجه عاکف شده و به سرعت به سمتش رفته و در آخرین لحظه عاکف رو هل میده و تیر به بازوی عاکف برخورد میکنه. بلافاصله پسر جوان که ماهیر نام داره عاکف رو سوار ماشین کرده و به همراه آسیه اونو به بیمارستان میرسونن. در بیمارستان معلوم میشه که حال عاکف خوبه و تیر به بازوش خورده و زخم عمیقی ایجاد نکرده و خطر مرگو پشت سر گذاشته. از اون طرف ماهیر که عاکف رو نجات داده در بیمارستان متوجه حال بد آسیه شده و به سراغش میره و از اون احوال پرسی میکنه و آسیه هم جواب میده حالش خوبه و مشکلی نداره. خیلی طول نمیکشه که عمر خودشو به بیمارستان رسونده و متوجه همه ماجراها میشه و آسیه رو در آغوش گرفته و به اون دلداری داده و اونو آروم میکنه. به نظر میرسه این پسر تازه وارد که ماهیر نام داره احتمالاً عشق جدید آسیه باشه و در قسمت‌های آینده شاهد شکلگیری یک رابطه عاشقانه جدید بین این دو نفر باشیم.